سلام، با یه ابزار جذاب دیگه از دنیای هوش مصنوعی اومدم سراغتون. خوراک یوتیوب انگلیسی. اگه دلت میخواد واسه یوتیوب انگلیسی محتوا تولید کنی، تا آخر ویدیو با من باش. ابزاری که امروز در موردش قرار صحبت کنیم اسمش این ویدیو ای آیه. من لینکشو همین زیر توی دسکریپشن براتون قرار میدم. فقط کافیه یه متن کوچیک و مختصر به این ابزار بدین تا یه ویدیو بهتون تحویل بده. اونم چه ویدیویی؟ ویدیو ادیت شده، صداگذاری شده، متن داره، حتی ترنزیشن های خفن هم واسش درست کرده. دیگه چی میخوایم از این بیشتر؟ من تا الان کلی ابزارهای جذاب و به درد بخور توی زمینه AI واسه تولید محتواهای متفاوت قرار دادم، ولی به جرئت میتونم بگم این یکی میتونه صنعت تولید محتوا رو متحول کنه. خب سرتون رو در نیارم، مستقیم میرم سراغ آموزش این ابزار. مثل همیشه میتونید گوگل کروم رو باز کنید یا اگه حالشو ندارید برید پایین توی دسکریپشن، اونجا روی لینک کلیک کنید. وقتی صفحه کرومتون باز شد این ویدیو ای آی رو سرچ کنید و وارد سایتش بشید. قبل از اینکه ما بتونیم یه حساب کاربری فعال کنیم دو تا سوال ساده از همون میپرسه. اینی که آقا میخوای واسه چه چیزی از این ابزار استفاده کنید؟ اونا رو سریع رد کنید، مثلا یوتیوب رو بزنید، تولید محتوا رو بزنید و بعد وارد صفحه ساخت حساب کاربری بشید. من مثل همیشه چون تنبلم از همون گوگل اکانت استفاده میکنم. اگه شما دوست دارید از ایمیل یا اکانت اپل آیدیتون استفاده کنید هم میتونید این کارو بکنید. هیچ سختی و دشواری نداره، میتونید از اونها استفاده کنید. وقتی وارد صفحه میشیم، صفحه هوم روبروی ماه. خب هیچی توش نیست، خالیه. میبینیم که اینجا هیچی نداره، فقط یه گزینه ایجاد ویدیو هوش مصنوعی بالا داره، یه تاریخچه داره که ویدیوهای قبلی که ساختیم رو ببینیم. خب نساختیم هنوز، میخوایم بسازیم، بعد میایم میبینیم. وقتی روی ایجاد ویدیو کلیک میکنی، دو تا مسیر روبروی ما وجود داره واسه ساخت ویدیو. یکی این که همین کادری که الان اومده جلومون، متنمون رو تو این کادره بنویسیم، وقتی که نوشتیم کرییت رو بزنیم ویدیو ساخته بشه. بعد از اون طرف ما میگیم نه این خیلی ساده است، این چیه مثلا، چه به درد میخوره یه ویدیو با یه متن انقدر ساده هم دیگه فایده نداره. اوکی، آقا شماست. این بالا اگه روی ورک فلو کلیک کنیم به ما دو تا گزینه جالب میده. یکی در مورد ویدیوهای کوتاه یوتیوبه و دومی در مورد ویدیوهای بلند یوتیوب که یوتیوب اکسپلینره. من روی یوتیوب اکسپلینر کلیک میکنم، گزینه‌های زیادی میاد رو برون. مثلا اولین گزینه به من اجازه میده که زمان رو مشخص کنم. من اون رو روی 2 دقیقه میذارم، چون هرچی زمان ویدیو رو ما بیشتر انتخاب کنیم بیشتر طول میکشه تا اون ویدیو ساخته بشه. تیکه دوم همون تاپیک یا تایتل ویدیوه. شما میتونید هر چیزی رو اینجا بنویسید، فقط این رو مد نظر داشته باشید که این ابزار در حال حاضر واسه یه عشق، تناسب اندام، برای مسافرت، برای چجوری پول در آوردن روی این تاپیکا بهتر کار میکنه. پس من مسافرت رو مد نظر خودم قرار میدم و ازش میخوام 5 تا مکان باحال و جذاب آسیا واسه سفر کردن رو به هم ویدیو بده. زیر همین باکس دیگه هست تکمیلیه، شما میتونید استفاده کنید، اختیاریه. توضیحات تکمیلی واسه اینکه راحت‌تر و بهتر بتونید ویدیوتون رو شخصی سازی بکنید. به عنوان مثال من ازش میخوام که ویدیو رو با طبیعت آسیا شروع کنه و لحنش هم یکم خنده‌دار باشه. یه خورده میایم پایین‌تر توی همین باکس میبینیم که نوع موسیقی استفاده شده رو ازمون میخواد که انتخاب کنیم. من کلاً بر این باورم که موسیقی هر چی شادتر باشه بهتره. در نتیجه آپ بیت رو که یه خورده شاده انتخاب میکنم. پایین همین انتخاب موسیقی هم کاملا واضحه که میتونیم گوینده رو مشخص کنیم زن و مرد باشه. بعد این که نوع لهجه و گویشش رو هم حتی میتونیم مشخص کنیم. این خیلی جالب بود واسه من. انواع اقسام گویش های انگلیسی رو میتونیم روش انتخاب کنیم. وقتی جنریت رو میزنم تمام چیزهایی که نوشتم و انتخاب کردم وارد کادر اول میشن. بعد دنبال یه تاپیک خیلی جذاب براش میگرده.
جالبه بدونید واسه اینکه یه تاپیک خیلی باحال بتونه انتخاب کنه، حتی ممکنه بره مقالات مرتبط با اون تاپیکی که ما ازش خواستیم رو سرچ کنه تا یه عنوان خیلی باحال براش پیدا کنه. خب حالا ادامه رو میزنم، وارد صفحه بعدی میشم. توی صفحه بعدی ما میتونیم نوع کاربر، جایی که قرار ویدیو رو نشر بدیم و احساسی که قرار ویدیو بده به مردم رو انتخاب کنیم. من اصولا با دیفالتش میرم چون از همه بهتره. خب حالا اینجا کانتینیو رو میزنم. باید چند دقیقه صبر کنیم. با سیستم نه چندان قوی من هول و هوش 2-3 دقیقه طول میکشه تا ویدیو جنریت بشه و ساخته بشه. اون ریز ریز کاراشو انجام میده. همونجوری که داریم نگاه میکنیم، مثلا اسکریپت ها رو میذاره، متن ها رو میذاره، ترانزیشن ها رو استفاده میکنه، وایس رو پیدا میکنه، تمام تصاویر مورد نظر رو پیدا میکنه و همه اونا رو دونه دونه انجام میشه. خب حالا با هم ویدیو رو میبینیم. Asia, a continent so vast, so diverse, so breathtakingly beautiful, it's like stepping into a dream. A dream filled with vibrant cultures, delicious food, and landscapes that will leave you speechless. Join us as we... حرفی واسه گفتن نمیذاره، فوق‌العاده باحال و جذابه. همونجوری که میبینید ویدیو کامل ساخته شده. حالا این پایین درست سمت راست گزینه ادیت رو آبی گذاشت. وقتی ادیت رو میزنم یه صفحه برام میاد بالا که تمام ویدیوهایی که استفاده شده واسه ساخت این کلیپ رو بهم نمایش میده. من هر کدوم از اون ویدیوها رو بخوام میتونم عوض کنم، تغییر بدم. میتونم خودم آپلود کنم ویدیو بذارم به جاش و یا میتونم از مجموعه پروپیمونی که خودش داره استفاده کنم. کافیه ویدیوی مورد نظر رو روش کلیک کنم، مثلا این، بعد بیام این پایین توی قسمت سرچ مثلا ازش بخوام که در مورد طبیعت ژاپن به من ویدیو نشون بده. خب توی این مجموعه من این ویدیو رو انتخاب میکنم، جنریت رو میزنم، حالا تصویر عوض میشه. دوباره با هم ویدیو رو میبینیم. Asia, a continent so vast, so diverse, so breathtakingly beautiful, it's like stepping into a dream. A dream filled with vibrant cultures, delicious food, and landscapes that will leave you speechless. Join. بچه یه نکته خیلی جالب دیگه که وجود داره اینه که اگه دوباره گزینه ادیت رو بزنیم، توی صفحه‌ای که برامون باز میشه، توی اون تسک بار بالا یه چیزی داره به نام ادیت اسکریپت. وقتی بریم رو ادیت اسکریپت، تمام متن‌هایی که استفاده کرده واسه تک تک این ویدیوهایی که گذاشته در دسترس ما میتونیم هر جاشو دلمون میخواد هر اسمی رو یا هر چیزی رو تغییر بدیم و بعدش دوباره ازش استفاده کنیم. اتفاق جالبتر اینه که یه باکس هم این زیر وجود داره که از ما میخواد که ازش درخواست کنیم برای ادیت ویدیو. بیایید با هم امتحان کنیم. من قبلا ویدیو رو با صدای مرد شروع کردم، حالا ازش میخوام اون رو تغییر بده به صدای یک زن. به راحتی میتونه این تغییرات رو خودش اعمال کنه و نیازی نیست به صورت دستی شما برید چیزی رو تغییر بدید. بچه‌ها یه چیز دیگه هم بهتره بدونید اینه که اگه ما بریم توی تنظیمات و از توی تنظیمات اگه بتا فیچرز رو فعال کنیم، تمام آپدیت ها که به صورت دیولپی واسه این ابزار میاد در دسترس ما قرار میگیره و ما میتونیم از تمام ویژگی های جدید ابزار به سرعت استفاده کنیم. حالا من میخوام به عنوان یک فرد ویدیو رو خیلی حرفه‌ای‌تر ادیت کنم. وقتی بتا فیچرزم روشن باشه میتونم بیام توی گزینه اکسپورت رو روی حالت تایملاین بذارم. صفحه پریمیر رو مطمئنا دیدید. حالا صفحه من شبیه صفحه پریمیر میشه، فقط با این تفاوت که اینجا خیلی ساده‌تر و آسان‌تر استفاده کردن ازش. در نتیجه من میتونم ویدیومو خیلی حرفه‌ای‌تر ادیت کنم. نکته آخر این که میتونید ریجنریت رو بزنید و تمام حالتهای ممکن انتخاب کنید. انقدر این کار رو انجام بدید تا ویدیویی که میخواید بشه باب دلتون. اگه علاقه داری توی یوتیوب انگلیسی فعالیت کنی و دلت نمیخواد چهرت وجود داشته باشه، میتونی از این ابزار استفاده کنی و فقط کافیه یه خورده زرنگ باشی توی ادیت کردن و زیرنویس کردن. مطمئن باش میتونی کانالت رو مانیتایز هم بکنی. من محمد جواد راد هستم، اینجا تکالنده. ممنون که تا اینجای ویدیو رو با ما بودین. اگه از ویدیو این چنین خوشتون میاد لطفا ما رو سابسکرایب کنید و اگه دلتون میخواد ویدیوهای ما رو بعد از انتشار ببینید لطفا دکمه زنگوله رو هم فعال کنید.